بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم هموطنانی نازنین، مردمی با ایمانی تاجیکستان. مدینه حیدرزاده هستم و امیدوارم در هر شهر و جایی که هستید سلامت و سریحال باشید. کرونا به تاجیکستان رسید، اما جهان خواهد دید که با کمک خداوند به چه سرنوشت دچارش خواهیم کرد. ما محکم در برابر این ویروس می ایستیم و شکستش می دهیم. پدران و مادران عزیز، حتما به کودکان دلبندتان درباره این ویروس بگویید، ولی هرگز نترسانید. ما با از خانه بیرون نرفتن و شستن مکرر دستها با آب و صابون و استفاده از ماسک و دستکش‌های بهداشتی شر این ویروس را از خاک وطنمان پاک می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را یاری کند. دعا و درخواست از خداوند در کنار رعایت مسائل بهداشتی می‌تواند ما را برای در امان ماندن از این ویروس کمک کند که در برنامه امروز از استاد درباره دعا بیشتر خواهیم شنید. لطفاً تا پایان همراهی ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. امام مسلم در کتاب صحیح خود تحت رقم 4832 روایتی را از ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: رسول الله از نام خدا فرمودند و این حدیث حدیث قدسی هست. خداوند عزوجل می فرماید: من نزد گمان بنده ام نسبت به من هستم و من همراه او هستم زمانی که مرا یاد کند. اگر او مرا در نهان و دل خود یاد کند، من نیز در نفس خیش از او یاد کنم. و اگر او مرا آشکارا و علنی در میان جمعی یاد نماید، من هم او را آشکار و علنی در میان جمعی یاد کنم که اهل این جمع
نیکوتر از آن جمع باشد. و اگر بنده ام به سوی من یک وجب نزدیک شود، من به سوی او به مقدار آرنج نزدیک خواهم شد. و اگر او یک ذراع نزدیک شود، من یک باع به او نزدیک شوم. ذراع یعنی از سر آرنج تا نوک انگشت باشد، اما باع به اندازه فاصله کشیدنی دو دست هست. و اگر او آهسته نزد من آید، من نزد او شتابان خواهم رفت. این حدیث قدسی از احادیث بسیار بسیار سازنده و بنده‌نواز خداوند متعال هستش. چند نکته مهم این حدیث رو یادآور می شوم. نخست آن که خوشگمانی همان خوشبینی و بدگمانی همان بدبینی است که هم نسبت به اشخاص و هم نسبت به اشیاء اطلاق می شود. مثلا وقتی می گوییم به فلانی خوشبینم، مقصود این است که امید خیر به او هست. و یا می گوییم درباره او بدبین هستم، مقصود آن است که انتظار خوبی از او نمی رود. اما درباره خدا شکی نیست که ما بندگان نسبت به پروردگار باید خوشگمان و خوشبین باشیم. اعتماد به فضل و کرم او داشته باشیم. ولی باید رفتار ما طوری باشد که این چنین امیدی را برباد ندهد و این انتظار را از بین نبرد. بنابراین انسان باید همیشه و در هر حال به خدا گمانی نیک ببرد، به این معنی که خدا را کریم، آمرزنده و مهربان بداند و در پرتو این معنی راهی برای بازگشت و توبه به سوی خدا باز ببیند. اما نه تا آن حد که جرأت مخالفت و معصیت در او پدید آید و مادام العمر به این موضوع دلش را خوش کند و خود را در هر کاری آزاد بنگرد. انسان درباره خداوند و نوع ارتباط خود با او می تواند گمان و ظنی داشته باشد و گمان سزاوار و شایسته نسبت به خداوند یکی از عوامل جلب نظر رحمت الهی است. آدمی که با خدا باشد، روح او با یاد پروردگار زنده است و در هر حال به فرمان او عمل می کند. اگر تنها باشد، خدا را از یاد نمی برد و اگر در میان مردم و در میان مؤمنین باشد، برنامه‌های عبادی خود را عملی می کند. و اگر در میان جماعتی باشد که از خدا بی خبرند، باز هم این انسان خداپرست دست از روش خود بر نمی دارد و حاضر نیست همرنگ آنها شود. کسی که همیشه یا بیشتری وقتها در یاد و ذکر خداوند باشد، شک نکند که خداوند نیز در یاد اوست، بلکه یاد خدا از او باعث شده که او از خدا یاد کند. ذکر و یاد خدا همان طور که میتواند پنهانی و درونی انجام گیرد، میتواند آشکارا و علنی باشد. خداوند به ذکر و یاد خود دعوت و تشویق می کند و در محضر او هر نوع ذکر و یاد ارزش دارد، چه پنهانی باشد و چه آشکار و علنی.
یکی از بهترین و بارزترین مصداقهای ذکر و یاد خداوند نماز است و نماز برپا داشتن است. با توجه به استعمالات واژه ذکر در قرآن کریم این معنای لطیف به دست می آید. در آیه 14 سوره طه می خوانیم و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برپا دار تا به یاد من باشی. در آیه 28 سوره رعد می گوید الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا مایه اطمینان و آرامش دل هاست. و در آیه 27 و 30 سوره فجر می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود. در زمره بندگانم درآی و در بهشتم گام بگذار و قدم بنه. از قرار دادن این 3 آیه در کنار هم به خوبی میفهمیم نماز انسان را به یاد و ذکر خدا می‌دارد، یاد خدا نفس مطمئنه به او می‌دهد و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان می‌رساند. خداوند به بندگانش به طور عام نزدیک است و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند از رگ گردن به انسانها نزدیکتر است، اما مهم آن است که بندگان به خدا نزدیک شوند. کسی که در مسیر نزدیک شدن به سوی خدا تلاش بیشتر دارد، قربت خدا نسبت به او رنگ دیگر به خود می‌گیرد و از قربت عام تبدیل به قربت خاص می شود. هر کسی به سوی خدا حرکت کند، خدا بیشتر از او به سوی او حرکت خواهد کرد و هر کسی دست به سوی خدا دراز کند، قطعاً خدا دست او را خواهد گرفت. به امید اینکه از ذاکرین باشیم و به سوی خدا همیشه و همواره و پیوسته حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسی فراوان از همراهی شما و از استاد نصیب الله عمرов. خداوند به ایشان طول عمر با برکت دهد انشاءالله. میگویند اگر همه کرونا ویروس های دنیا را در یک جا جمع آوری کنیم می شود 5 گرم. اما این 5 گرم چقدر تأثیرگذار شده است در بالا رفتن یا پایین آمدن خیلی چیزها. چه خوب می شود تا در این ماه شریف بیشتر به هم نیکی کنیم و به جای ترسیدن و پر کردن انبارهایمان از آذوقه به فکر همسایه هامان هم باشیم. تا حدیثی رحمتی دیگر، خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org